جناب استاد یک سوال. افغانستان را چقدر دوست داری؟ افغانستان سیاد دوست دارم، چیز که مادر شد دوست داشته باشه. و با تمام بهمیری که در مقابلت شده بازم عشق می‌ورزی به این وطن و این مردم؟ 100%. به خاطر اینکه من گفتم این مردم عزیز که شما مشکلات زیاد هستن. یکی از مشکلاتی که هست مشکلات کم بوده فرهنگ در جامعه. فقط فرهنگ هست. دقیقا ما مردم خیلی خوبی داریم، مردم مهربان نوازی داریم، مردم با احساسی داریم و آفرینشون با این مشکلات هنوز هستن و هنوز هم برا میرن و هنوز هم تلاش میکنن برای خانوادهشون، برای زنده بودن. حالا اگه دیگه کسا میبود شاید برای زنده بودن خودشون اومد تلاش میکنن. اینا زندگی نمیکنن، زنده هستن، برای زنده بودن تلاش میکنن. این خودش خیلی خوبه. واقعا اینا اگر آرامش داشته باشن، اگر امنیت داشته باشن، اگر امکانات داشته باشن، برای افغانستان چه قصه باشه. بالکل به شک نیست. استاد دلیل از این که تاکنون اسپانسر پیدا نکردید